به جرأت یکی از مفیدترین حشرات روی کره زمین برای ما انسان‌ها همین زنبورها هستند. زنبورهایی که شاید بسیاری از ما دنیایی از فواید اونها رو کنار بذاریم و تنها به نیش دردناک اونها توجه کنیم، غافل از این که این زنبورها جزو دوست داشتنی ترین حشرات هستند. حقایق زیادی در مورد این حشره اعجاب انگیز وجود داره که ما از اونها بیخبریم. توی این ویدیو میخوام از حقایق و زندگی شگفت انگیز بزرگترین و خطرناکترین زنبورها، یعنی زنبورهای گاوی براتون بگم. حتما تا انتهای ویدیو همراه هم باش. زنبور سرخ غول‌آسای آسیایی بزرگترین گونه زنبورهای سرخ توی جهانه. زنبور سرخ اولین بار توسط یک حشره‌شناس انگلیسی به نام فردریک اسمیت که در ساختمان جانورشناسی موزه انگلیسی کار میکرد توی سال 1852 دسته‌بندی شد. اینم بهتون بگم که این نوع زنبورها بی عسل هستن و عسلی تولید نمی کنن که هیچ، حتی قاتل زنبورهای عسل هم هستن. چقدر عسل تو عسل شد. حالا که کامتون شیرین شد لایک و بکوب تا بریم سراغ زندگی این زنبورهای خطرناک. این زنبورها بزرگتر از انواع دیگه هستن و زنبور سرخ آسیایی بین 2.7 تا 4.5 سانتی متر رشد میکنه و اگه بالهاش هم حساب کنیم به 7 سانتی متر هم میرسه. ملکه این زنبورها در ظاهر شبیه زنبورهای کارگره که سر نارنجی، آرواره های سیاه و طلایی داره. قسمت خطرناک و هیجان انگیز ماجرا اینجاست که برخلاف گونه های دیگه نیش این زنبورها خاردار نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی که استفاده میشه و کسی رو نیش میزنه به بدنش متصله. این به اون معناست که زنبور سرخ میتونه قربانیش رو به طور مکرر نیش بزنه و زهر پیچیده‌ای رو وارد بدن قربانیش کنه که از 8 عنصر شیمیایی مختلف تشکیل شده. در صورتی که زنبور عسل با یک بار نیش زدن قربانیش میمیره. این عناصر که توی زهر این زنبور وجود داره باعث فساد بافت‌های بدن و ایجاد مشکل در تنفس میشه و این موارده که نیش رو خیلی دردناکتر میکنه و حتی زنبورهای سرخ دیگر رو هم به سمت قربانی جذب میکنه. زنبور سرخ شکارچی خیلی بیرحمه و فقط تعدادی از اونها میتونن تا یک کلونی با بیش از 30,000 زنبور عسل رو فقط در 2 یا 3 ساعت از بین ببرن. زمانی که این زنبور طعمه خودش رو دنبال میکنه گزارش شده که مسیری بیش از 96 کیلومتر رو با سرعتی بیشتر از 40 کیلومتر بر ساعت طی میکنه. فقط در ژاپن 40 نفر هر ساله توسط نیش این زنبور کشته میشن. اما بیشتر این مرگ و میرها به خاطر واکنش‌های آلرژیکی و به خاطر چندین بار نیش زدگیه. کندو توسط زنبور ماده یعنی ملکه بارور میشه. اون مکان مناسب کندو رو انتخاب میکنه مثل تنه درخت توخالی و در اون شروع میکنه با پوست جویده شده لونه میسازه. لونه زنبور بی عسل مثل سلول های تکیه که در کنار هم یک کندو رو شکل میدن. حتما تا انتهای ویدیو همراه هم باش تا از فواید این حشره قاتل شگفت زده بشی. زنبور سرخ به داشتن رفتار پرخاشگرانه و نترس بودن شناخته میشه و به نظر میرسه که از زنبور عسل خوشش میاد. زنبور سرخ دوست داره که زنبورهای جوانترشون از لاروهای زنبورهای عسل تغذیه کنن و در این فرایند کل کندوی عسل رو از بین میبرن. بیش از این که از نیششون استفاده کنن، این زنبورهای نگهبان رو با استفاده از آرواره های قویشون میکشن. یک زنبور سرخ قادر هست که تا 40 زنبور عسل رو در هر نیم دقیقه از بین ببره تا فقط به اون چی که میخواد دست پیدا کنه. حالا بریم سراغ فرایند زندگی این زنبورها.
زمانی که ملکه لونه‌شون رو توی بهار میسازه، یک تخم تکی توی هر 3 لول میذاره که در طول 1 هفته زنبور از تخم بیرون میاد. لارو زنبور سرخ یک فرایند 5 مرحله‌ای رو برای بزرگ شدن طی میکنه که بهش میگن دگردیسی. اواخر تابستان جمعیت کلونی به بیشترین حالت خودش که 700 کارگر میرسه که جالبه براتون بدونید که بیشتر اونها زنبورهای ماده هستن. حالا درسته که این کارگرای بدبخت زن هستن، اما زود قضاوت نکنید. چرا؟ چون زنبورهای نر زمانی که به بزرگسالی میرسن کندو رو ترک میکنن و معمولا بعد از 1 بار جفتگیری میمیرن. اما شکارچیان و عوامل تهدید کننده این زنبورها چیا هستن؟ زنبور سرخ امروزه توی لیست گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار گرفته و باید شرایط اطرافش برای زنده موندنش تغییر نکنه. انسان‌ها بزرگترین تهدید برای این نوع زنبور بی‌عسل هستند. این مورد به خصوص در کوهستان‌های ژاپن که جمعیت این نوع زنبور در بالاترین تعداد خودش قرار داره دیده میشه. زنبور عسل زنبور سرخ رو توی لانه خودش به دام میندازه. حالا درسته که زنبورهای سرخ دشمن زنبورهای عسل هستن و اونها رو میخورن، زنبورهای عسل هم بیکار ننشستن و زنبورهای گاوی رو توی لونه‌شون به دام میندازن تا زمانی که هوای اونجا برای زنبور سرخ اونقدر گرم بشه که اون بمیره. تا اینجای ویدیو رو که دیدین شاید برای خیلیاتون سوال باشه که با وجود این همه خطری که زنبور گاوی داره، آیا اونها فقط صرفا نیش میزنن و باعث آسیب رسوندن به انسان میشن؟ در حالی که زنبورای عسل مرتباً توی تلاشن و کمترین فایدهشون اینه که عسل تولید میکنن. جالبه بدونید که زنبورهای آسیایی بخش بسیار مهمی در اکوسیستم هستن. اونها به سمت کرم‌ها هجوم میبرن که هممون میدونیم کرم‌ها دشمن محصولات کشاورزی هستن و میتونیم اونها رو قدرتمندترین آفتکش‌های طبیعی در نظر بگیریم. ویدئویی که توی چنلم با عنوان عنکبوت شتری گذاشتم و از دست ندید، خیلی هیجان انگیزه.